السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انا لله و انا الیه راجعون. ما همه بندگان خدا هستیم و بازگشت ما به سوی خداست. هر روز جنازه میخوانیم، هر روز تابوت رو میبینم، هر روز چشمان پرآب پدر و مادر میبینم. دیروز 19 سال بچگی جنازه کردم که فردا امتحان مکتوبش بود، اما برای آبادی به رفیقاش میرخت به حوض آبادی میکنه اصلا مرد شوانه. خلاصه عزیزان من، بچه های جوان، پیغمبر بزرگوار صلوات ربی و سلامه علیه همین ما و شما را هشدار میدهد، همین ما و شما را بیدار میکند، میفهمانه که شما در اختیار خودتان نیستید. بنابر به جوانیتان فریفته نشوید، به تنصحتیتان مغرور نشوید، زیرا که ما و شما از دیگر جا نظارت میشویم و کنترل میشویم. هرچی او خواست همون میشود. هزاران لاله رخ چون غنچه سر پیچیده رفت آخر، بروید لاله از عکس رخی هر محجبین بینگر. چه جوانای زیبا را ما زیر خاک کردیم، چه گل دخترای شهلا چشم ما زیر خاک کردیم، چه پهلوانا را بردیم و به خاک سپاریدیم، چه علما و دوستای خدا را طعمه کرمای لحد کردیم. اما افسوس عبرت نمیگیریم، افسوس که از خواب غفلت بیدار نمیشویم. به گفتی مولانا جلال الدین رومی خدا رحمت کند، چه دانی مرگ را تا خود نمیری. ببین تا خودتو بالا نمی خیال میکنی که برای دیگراست من موندن میکنم. نه عزیزی من، رسول خدا گفتن استعدوا للموت قبل نزول الموت. شما خودتان به پیشواز مرگ همیشه آماده کنه پیش از آن که مرگ به سراغ شما میبیاد. یعنی آمادگی چی میشه؟ عزیزان من، سحر نماز بامداد تا خانه بیاید در مسجد با جماعت با خدای خود مناجات کنه و آغاز روز به عبادتش شروع کنه. از کفای کار و بارتان شوید تا پیشین کار کنه. این کار عبادت است، این خدمت خاندان عبادت است، این خدمت برای مردم عبادت است. وقتی که شما را از یاد خدا من نکنند، خدا این است آمادگی به مرگ. هم کار دنیا میکنی، هم عبادت خدا، هم به خاطر خدمت خاندانت حرکت میکنی، هم برای توشی آخرتت بستید میری. الان ببینه همراه این دادری من نه برادراش میرن، نه عمکیاش، نه همسرش میرد، نه او طفله که زیبایی که به امید گرفته بود و کلام کرد که در پیری من دستیاری میکند. هیچ کدامش نمیرن، خودش تنها میرد. همه هستند و همراهی تو تا گور، زن و فرزند و اخوان و زر و زور. روند این همراهان غمناک با تو، نیاید هیچ کس در خاک با تو. هیچ کدامش در خاک. بنابراین ما باید خمان توشمان رو قدیمان بریم، ما خمان باید خانه قبرمان رو آباد کنیم. انشاءالله این دادری ما سفر بک جوان خوبه بود، چگونه بابای نصرالله هم گفته من همه کیاشم، خدا بیاش جنت کنه. این مرگ که ایشان از این عالم برد، این مرگ مقام شهادت دارد. رسول اکرم پرسیدن یا رسول الله شهدای امتی تو کیا هستند؟ حضرت یکی شمار کرده آمدن و گفتند من قتله بطنه فهو شهید. هر کسی که با کسلی های درون می وفات میکنه مثل کسلی سرطان است و مثل دیگر که بیماری های درونی او شهید است. خدا خواهی دادری ما شهید است. سن 32 ببینه، وقتی شیرینی عمر، وقتی گل شکوفایی، وقتی آرزو امیدهای طولانی، اما همش پرتاخت چون طوفان دیشب که درختار شکست. آرزوی این خدادر ما را شکسته من بالای تابوت خوابت. الان در این تاریکی شب به خانه قبر میرم. ما
ما بخانی روشن بالای کرپه بریم سفر به خانه تاریکی لحد بالای خاک خنک میره دعاش کنیم خداوند این سفر دور و دراز براش آسان خداوند خانه قبرش براش حجری عروسی گردان خداوند اون مقام شهادتی که برای کسی نهای درونی پیغمبر زیبات وعده کرده دادن ما رو بنصیب گردان پروردگار از زبانش به گفتن کلمه لا اله الا الله گویا گردان ایمان و عملهای صالح رفیق قبر جو برادراش تو خاندانش تو خداوند اصحاب در ذمهش از نماز رو چیز مانده باشد خداوند غفور و رحیم است اما مقامای عزیز یار و دوستاش و رفیقاش حق و عبد خدا برای شهیدا هم نمیگذارد زیرا تا صاحبش راضی نشه و خداوی قبول ندارد پس کدام شما ایگان که کرده امانت ای گرفته باشه با شاهد و حجت بشه گریشده برادراش میکرد و دیگر قمداری و حقایداری از کدام شما را آزار و غیبت کرده باشد بخش خدا بخشنده ها رو دوست بدارد پروردگار همتان قومای عزیز خصوصا این جوانان عمری دراز از این عمری جوانیشان با طاعت خدا بهره برند فایده کنند مانند این دادن ما حسرتی بخانی قبل برند آمین. یا رب